تو بگو اینا چی؟ این چیه؟ این توپ باش اینجور میکنی گل فوتبال بازی میکنیم. آها، فوتبال بلدی بازی کنی؟ آره ببین گل. وای چه فوتبالیستی هستی تو. آره اتمایی من به دخترم. تو دختری؟ آره ولی پسر میرن تو بازی دیگه بازی میکنن. دختران میتونن فوتبال بازی کنن، اشکالی نداره. آره ولی پسر با لباس بازی میکنن، با لباس پیرن زری مثل خروس پری. آها، با لباس پیرنزری مثل خروس پری. میبره خونه باش بازی میکنه. مثلا نینیو چه بازی میکنه؟ میگه ماما اجازه میدی من با لباس تو بازی کنم؟ خب بعد گفت آره. بعد بهش لباسش داد آها. باش بازی کنم. بعد بازی میکرد یهو صدای در میاد. خب بعد صدای خواست در بیاد. صدای در میدونه چی بود؟ چی بود؟ یه چوب. خب چوب برای چی؟ اون میخواست چوبه در زد. گفت بابا چوبه میخوام همه رو ناز کنم. چوبه اومده بود همه رو ناز کنه؟ آره بعد در رو باز کرد نازشون کرد. خب همه اینا از این کتاب شروع شد. حالا این چیه تو کتابه؟ این مربع. آفرین. این چیه؟ دار یه دون ذره اینجوری داشتی اسمشو درست میگفتی یا؟ کرده دایه دایه. آفرین. داره. این چیه؟ لو زی چی؟ لوزی. آفرین. این چیه؟ این چیه؟ اینم میدونی ها. این چیه؟ این نمیدونم. میدونی مو؟ میگفتی یا خودت؟ مسلمس. آفرین. خب